اینجا میاد که من توی کار با یه سری از آدم ها احساس میکنم که هیچ فهم و درک مشترکی بینمون وجود نداره یا خیلی سخت میتونم باشون ارتباط بگیرم. کاری که انجام دادم خیلی وقت قبل این بود که هی ارتباطهای کاریمو قطع میکردم و اینجوری بودم که خب من با این آدم با این ویژگی‌ها نمیتونم کار کنم، با اون آدم با اون ویژگی‌ها نمیتونم کار کنم و خب اتفاقی که میافتاد این بود که هی خب فرصت‌های کاری بود که داشت از دست میرفت. یک جایی در واقع این نتیجه رسیدم با خودم که خب زوها تو باید یاد بگیری که با آدم‌ها تعامل کنی، نباید مثلا هی حذف کنی آدم‌ها رو به خاطر اینکه مثلا دقیقاً شبیه به تو نیستن. خب به این کتاب یه دفعه برخوردم و اینها و گفتم که خیلی باید جالب باشه. حالا اسمش هست این که بتونی با دشمن تعامل کنی و عنوان پایین ترش اینه که چجوری با آدم هایی که باهاشون موافق نیستی، دوستشون نداری یا بهشون اعتماد نداری بتونی تعامل کنی و خب کار سختی هست. توی فصل اول راجع به این حرف میزنه که دقیقاً اون جاهایی که تعامل کردن سخت‌تر میشه دقیقاً همون جاهایی که اون تعامل لازمه که اتفاق بیفته. میاد یه مفهومی رو مطرح میکنه توی فصل اول به اسم enemy finding و میگه که خیلی از ماها عادت داریم که مثلا توی یه چالش که میخوریم شروع میکنیم طرف مقابل رو به عنوان دشمن جلوه میدیمش و به عنوان دشمن انگار تعریفش و همه تقصیرها رو میندازیم گردن اون. باعث میشه که نتونی واقعیت ها رو ببینی، نتونی سهم خودت رو توی اون مسئله ببینی و اصلا راه تعامل رو میبنده. بعد حالا بیاد یه مسئله رو مطرح میکنه که به نظر من این مسئله خیلی قشنگه، اینه که ما نیاز داریم که با آدمایی کار کنیم که دنیا رو به شکل متفاوتی میبینن نسبت به ما. یعنی من دارم همیشه یک جنبه از دنیا رو میبینم، یک چیزی رو میبینم از نگاه خودم و نیازم با آدمایی ارتباط داشتم که اونها داشته باشن زاویه‌های دیگه موضوع رو ببینن، چون اگه من فقط از زاویه خودم به مسئله نگاه بکنم تا خیلی نمیتونم پیش برم. نیاز دارم که آدم‌های دیگه بیان من بگن که زها مثلا این جنبه ماجرا رو دیدی. هرچی هم که اون موضوع مهمتر باشه، اتفاقا مهمتره که تو نگاه‌های دیگر رو هم توی ماجرا تحقیق بکنی و خیلی من با این موضوع موافقم. بریم سراغ فصل 3 و 4 این کتاب. فصل 3 و 4 این کتاب درباره دو نوع تعاملیه که مثلا نویسنده میگه که ما میتونیم یکی از این دو نوع تعامل رو داشته باشیم با هم دیگه. نوع تعامل اولی conventional و constricted هست، یعنی اینکه تحت یه سری شرایط ما فکر میکنم که مثلا فقط به یه سری شکل‌های خاصی میتونیم با هم دیگه مثلا تعامل بکنیم که حالا توضیح میدم چه جوریه. یا خیلی خودمون و ذهنمون رو محدود میبینم. مثلا یه سری مثال میزنه، خب از یه فردی مثال میزنه به اسم باب، خب که مشکلات مثلا اقتصادی داره و میاد و مثلا بارها هی اومد از مامان باباش درخواست پول کرده با اینکه خوش ازدواج کرده و اینا و خب مامان بابا هم دیگه مثلا الان توی نقطه یعنی که نمیخوام به پسرشون دیگه پول بدن، ولی بازم خب مثلا مجبور میشن و پول رو میدن، احساس سوء استفاده دارن. پسر هم از این طرف دیگه اینا رو حتی مامان بابا میگن که خب بیایم ما این دفعه دیگه پول رو بدیم به پسرمون، ولی میگم که بهش که دفعه آخر میاد مثلا از این مثال اول میزنه و میگه که همشون هم تهش ناراحتن، تهش مثلا احساس بدی دارن. یا مثلا از یک شرکتی مثال میزنه که مدیرش می‌خواد مثلا یه سری تغییراتی رو ایجاد بکنه توی اون سیستم و مثلا می‌خواد یه سری ورکشاپ‌هایی رو برگزار کنه برای کارمندا و به اونها ابلاغ بکنه که قراره یک سری تغییراتی اعمال بشه توی این سیستم. مثلاش رو مطرح می‌کنن برای کارمندا و میگن که راه حل ها هم این جور هست و ما باید این شکلی به راه حل برسیم. و میگه در نظر نمیگیره که آقا مثلا این همه کارمندی که توی شرکتن، خب اونها ممکنه مثلا برای اون مسئله یه راه حل داشته باشن. چیزی که میخواد بگه یعنی اینه که ما خیلی وقتها ما روابط رو مسائل رو همش این شکلی دیده، به صورت خطی با مثلا یه گزینه‌های محدود دیده و میگه اون اصل کاری که باید انجام میشد انقدر راحت نبود که اون تصورش کرده بود، خیلی پیشرفتر از این چیزا بود. میگه این میزان قطعیتی که توی سیستم‌های سلسله مراتب وجود داره خیلی ترسناکه. انگار واقعا اون کسی که در رتبه بالا قرار داره فکر میکنه که همه چیزو میدونه و مثلا قراره به اون پایین یا بگه که چی براشون درسته. و حتی میگه این موضوع که مثلا فقط یه جواب درست وجود داره و ما باید به اون جواب درست هم برسیم، این هم فرض اشتباهیه. و یک نکته خیلی جالبه دیگه فقط همین در پایان این فصل 3 برام میکنه و اون اینه که
میگه تعامل کردن با آدم هایی که اینقدر متنوع هستن نمیتونه و نباید به این شکل باشه که بخوایم ما روی یک حقیقت، روی یک پاسخ یا روی یک راه حل یکسان به توافق برسیم. به جاش نیازمند اینه که ما بتونیم راههایی رو پیدا کنیم که بتونیم با هم دیگه باهاش پیش بریم، بدون اینکه اصلا شاید با هم دیگه توافق کنه، بدون اینکه اصلا با هم به اون توافق برسیم. برای اون توافق ما بتونیم راههایی رو پیدا کنیم که بتونیم با هم پیش بریم. و در واقع میگه که این نه تنها توی کار میکنه، توی خونه هم کار میکنه. و از این تحقیق مثال میزنه یک تراپیست حوزه ازدواج به اسم جان گاتمن میگه 69% اون تعارض هایی که توی ارتباطات روابط زناشویی اتفاق میفته درباره یه سری از مسائلی هست که اصلا قابل حل نیست. یعنی اون دوتا آدمی که با هم ازدواج کردن اصلا قرار نیست سر اون مسئله ها به توافق برسن، اصلا باید بپذیرن که دوتا نگاه مختلف نسبت به اون موضوع دارن. و نکته اساسی اینه که اونها فقط بتونن راجع به این تفاوت با هم دیگه دیالوگ برقرار کنن و بتونن با هم دیگه راجبش حرف بزنن و اصلا قرار نیست که بخوان حتما به توافق برسن راجبش. به خاطر اینکه راجع به یه سری تفاوتایی که توی شخصیتاشون وجود داره، یه سری تفاوتایی که توی لایف استایلشون، توی نیازشون وجود داره، خیلی نکته جالبیه. یعنی همون مسئله که من اول ویدئوی همون اولی که گفتم مثلا چرا این کتاب رو انتخاب کردم گفتم و داستانش همینه دیگه. در واقع انگار مسئله اینه که تو با اون آدمی که داری کار میکنی لازم نیست که اصلا بخوای رو همه چی به توافق برسی، تو فقط باید یاد بگیری چجوری با اون آدم پیش بری. میگه که چیزایی که تو نمیدونی نیست که باعث ایجاد مشکل میشه، این چیزاییه که تو مطمئنی که میدونی ایناست که باعث ایجاد مشکل میشه. یعنی اینکه مثلا تو یه چیزی رو ندونی اشکال نداره، باعث میشه اتفاقا مثلا با هم دیگه راجعش حرف بزنن، ولی وقتی که تو فکر می‌کنی یه سری چیزا واقعا دیگه تویی که فقط میدونی و مطمئنی بهش، اونایی که باعث ایجاد مشکل میشه. و خلاصه این کانونشنال کلابوریشن ها میگه فقط توی یه سری موقعیت هایی کار میکنن که همه چی کنترل شده، همه چی خیلی ساده است و یه جواب مشخص وجود داره، یه راه حل مشخص وجود داره، فقط تو جواب رو میدونی و این شکلی. توی بقیه موقعیت ها ما نیاز داریم که کش بیایم و حالا توی فصل بعدی داره راجع به این unconventional collaboration یا stretch collaboration صحبت میکنه که الان براتون میگم. خب توی این فصل 4 حالا دوباره برگردیم به همون مثالی که راجع به باب و ماما باش داشت میزن. خب و در نظر بگیریم که الان باب و ماما باش میخوان یه راه حل دیگر رو امتحان کنن، نمیخوان گزینه هاشون رو محدود ببینن، نمیخوان فقط اینجوری فرض کنن که حالا یا با پسرمون دعوا میکنیم و پولو بهش مثلا میدیم یا اینکه دعوا میکنیم و پولو بهش نمیدیم. میان یه سری گزینه های دیگه رو در نظر میگیرن، مثلا میگن که خب دیگه چیکار دیگه میتونیم بکنیم. مثلا این دفعه میان اون روی کرده استرچ رو پیش میگیرن، اون موقع اون ارتباط انسانی رو بین خودشون احساس میکنن و اینو میپذیرن که الان اون سه تا دارن از سه تا پرسپکتیو و سه تا نگاه مختلف با سه تا نیاز مختلف قرار دور هم جمع بشن و راجع به این موضوع حرف بزنن و حتی تهش هم ممکنه که به یک راه حلی نرسن، ولی صرفا اتفاقی که میفته اینه که اونها اومدن یه مقدار یک راه دیگه رو امتحانش کردن. حالا راه دیگه که امتحان میکنه اینه که خیلی به صورت اوپنلی میگه سعی میکنن درباره تفاوت‌هاشون با هم دیگه صحبت کنن. مثلا جان که پدره هست میگه که عصبانیه و احساس میکنه که خیلی ناراحته که نمیتونه به بچهش توی مثلا مشکلاتی که داره کمک بکنه. مامان میگه که نگران نوه هاشه و اینکه خب مثلا بالاخره پولی که حالا مثلا سیف می‌خواستن بکنن برای بازنشستگیشون، نگران اون پول هست که بخوام مثلا بدن به باب و اینها. بعد باب دوباره مثلا میاد چی میگه؟ باب که پسر هست میگه که تمام انرژی داره میذاره روی بیزنسی که جدیدن شروع کرده، همه آرزوهاشو همه انرژی داره میذاره اونجا و دوست داره که خانواده‌اش یه مقدار ساپورتش کنن به جای اینکه همش داشته باشن بهش انتقاد بکنن. میگه که اینها این وقتی که دارن این احساساتشون رو میگن، خب این گفتن از این احساسات ناراحت کننده هست، ولی در این حال یک احساس رهایی بخشی هم داره
هنوزم نمیدونن که چیکار بکنن ولی حداقل میگه که احساس میکنن که بهتر دارن همون میفهمن. حداقلش اینه که من الان با خبرم که مثلا فرض کن بابام عصبانیه، حداقل من الان با خبرم که مامانم این نگرانی رو داره، حداقل تونستم خودم بگم که من چه نگرانی دارم. هنوز نفهمیدن که مسئله اصلش چیه یا راه حلشون چیه و ممکنه که هیچ وقت هم توافق نکنن روی اون راه حل اصلیه و اصلا نفهمن که اون چیه، ولی دارن راههای جدیدی رو امتحان میکنن که به نظرشون ممکن راههای جدید کار بکنه. کم کم مثلا این سری راههای رو امتحان میکنن، هر کدومشون مثلا میبینن که خب من چه کاری از دستم برمیاد و اینها باید بیزار پیش میرن. اینجوری نیست که یه دفعه چالششون یه دفعه آسون بشه، ولی این گشودگیشون نسبت به هم دیگه باعث میشه که اونا بتونن آپشن‌های جدید رو ببینن، امکانات جدیدی که ممکنه پیش روشون هست رو ببینن. پس این چقدر نکته در عین حال که ساده ای رو داره میگه، نکته مهمی رو داره مطرح میکنه. یعنی اینکه ما وقتی که با هم دیگه حرف نمیزنه و مثلا حتی اون من توی یکی از اون ویدیوهایی که حالا نمیدونم اینجا نذاشتم ولی اینستاگرام گذاشتم، گفتم که خیلی وقتا ممکنه ما توی جمع اصلا نظری نداشته باشیم راجع به یه موضوعی، ولی خوبه که چیزایی که تو ذهنمون داره میگذره رو حداقل مطرحش بکنه. اینا هم ممکنه که اون لحظه حتی مثلا نمیدونن الان دارن مثلا مسئلهشون چیه یا میخوان چه تصمیم بگیرن، ولی صرفا اون احساس اون لحظهشون رو با هم دیگه به اشتراک گذاشتن و همین به اشتراک گذاشتن احساس همین اون چیزی که اون لحظه تو ذهنشون بوده انگار منجر شده به اینکه یه سری آپشن‌های جدیدی بیاد تو ذهنشون. مثلا من الان گفتم که نگران این پول هستم که قرار خرج بشه، یا من گفتم که الان دوست دارم خانواده‌ام ساپورتیو باشن و من وقتی فهمیدم بچه‌م داره میگه دوست دارم خانواده‌ام ساپورتیو باشن، به این فکر می‌کنم که خب ببین مثلا من میتونم بیام بچهای تو رو مثلا مراقبشون باشم وقتی که تو مثلا داری روی کارت فوکس میکنی. یعنی شاید مثلا من فقط کمک مالی نتونم بکنم، بیام یه کمک حمایتی دیگه بکنم. همین حرف زدن انگار که یک گرهی رو کمی بازش میکنه و بعد کمک میکنه به اینکه آدم ها یک قدم دیگه بذارن جلو و همون یک قدمه در واقع نویسنده میخواد بگه که مهمه، همون یک قدم مهمه. قرار نیست که مثلا یه دفعه کل اون گره باز بشه، ولی همون یه ذره که باز شده باعث میشه که تو بتونی یه کاری انجام بدی، از اون حالت مثلا بسته میای بیرون. خب بعد میگه اونا دست این برمیدارن که بخوان همدیگه رو تغییر بدن و به این فکر میکنن که من چه کاری از دستم برمیاد، هر کار هرچند کوچیک. میگه که اون فشارهای روانی و احساسی و مالی که روشون بود برداشته نشد، نرفت، از بین نرفت، هنوز درگیرشن. ولی خب نکته‌ای که وجود داره الان میتونن حداقل با هم دیگه و خانوادگی با این مسئله روبرو بشن. این خیلی برای من جذابه که این نگاه 0 و 1 که ما داریم به یه سری مسائلی و فکر میکنیم که یا من باید این پولو بدم به باب یا پولو ندم به باب، یا ازش عصبانی باشم یا نباشم. وقتی این میاد و به حالت طیف قرار میگیره، وقتی که میاد به حالت همین استرچی که این میگه، وقتی یه ذره میایم مثلا کش میایم و میایم به گزینه های دو سر این طیف هم فکر میکنم، چقدر اتفاق جالبیه، چقدر ارتباطات انسانی 0 و 1 نیست، چقدر مهمه که ما ذهنمون توانایی اینو داشته باشه که آپشن های مختلف رو توی اون ارتباطات ببینه. خلاصه بخوام بگم میگه که تعامل هایی که محدود کننده و کانونشنال هست فرض میگیره که تو میتونی هدفتو، پلنتو، هر چیزی که هست رو کنترلش بکنی، پلنتو کنترل بکنی، اول هدفتو کنترل بکنی، بدونی به چی میخوای برسی، بعد اینکه چجوری به اون هدف میخوای برسی رو بدونی کنترلش بکنی و تک آدمایی که قراره که برای رسیدن به اون هدف کار بکنن و کنترلشون بکنی. این یه حالتیه که خب یه موقعیت کنترل شده، یعنی تو تعاملی از این جهت که یه سری آدم داره روی موضوع کار میکنن ولی تو به عنوان حالا لیدر یا اون فرد اصلی که انگار اونجا هستی، تو داری همه چی رو تعیین میکنی. خب ولی استرچ کولابوریشن میگه که نه، اتفاقا میاد راهی رو برای پیش رفتن نشون میده بدون اینکه بگه چه جوری. تصویرهاش حالا میذارم براتون. اون کانونشنال رو اومده یه مسیر خیلی خطی کشیده که در واقع دقیقا هدف مشخصه، یه سری آدم قشنگ از این مسیر رو باید برن
تا به اونجا برسم. ولی استریچ مثلا توی دریاییه که یعنی انگار هزاران جهت داره و چند تا قایقه که مثلا توی هر قایقی یه سری آدمن و احتمالاً آدم‌ها برای اون قایق با تصمیم میگیرن که چیکار بکنن و به کدوم سمت پیش برن. میخواد توی 3 تا فصل بعدی بگه که حالا چجوری ما میتونیم کش بیایم. این فعلا پس از 2 تا فصل بعدی بود. نظرتون چی بود؟ جالب بود براتون یا نه؟ یا مثلا ایدش به نظرتون ساده می اومد و قبلا شنیده بودید ازش؟ برای من با اینکه ایده یعنی در واقع شنیده بودم زیاد ازش، ولی نوع بیانش جدید بود برام و این کار یه سری ایده های جدید تو ذهنم به وجود آورد. امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه. فعلا